مرسی. به 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 به. ازتون تشکر کنم که با اومدنتون مغازمون رو واقعا زیباتر. مرسی، ممنونم. مرسی. خیلی خوشگله، من سعی کوچولوام. سلام، خوش اومدید دوباره به یه ویدیو جدید. حدس بزنید من کجا هستم؟ در مجاورت خلیج همیشگی فارس. خب اگه ویدیو قبلی ما دیده باشین گفتم ما قرار بود بریم شمال، ولی متاسفانه از اونجایی که ایران یک بسیار بزرگ است و خیلی آدما بد رانندگی میکنن، یه تصادف داشتیم، مجبور شدیم بیایم جنوب که نزدیکتر باشه، چون شیراز به جنوب خیلی نزدیکتره تا شمال. واسه همین الان ما بوشهر هستیم. اینجا یه سری رستوران‌های خیلی خوب داره، میخوام قلیه‌های میگو و ماهی بخورم. پس تو این ولاگ با من همراه باشید. دوباره منو سابسکرایب کنید واسه دادن انرژی به من. یکی از رستوران‌های معروف بوشهر به اسم میداف. قبلا من اومدم، خیلی غذاش خوشمزه است. میخوایم بریم غذای دریایی بخوریم. از دور بهتون نشون میدم ببینید همه ماشینا رو جمع کرده. تمام اینا ماشینه. این بالا هم باز کلکسیون هست، کلکسیون دوربین و چیزای قدیمی. خودم هم ببینیم. به به چه قلیه میگویی بخوریم. من غذامو انتخاب کردم، گفتم بهتون نشون بدم که قیمت‌های جدید ایران رو هم ببینید. ما باقلا پلو با ماهی فیله سوخاری هر پر 375. همه هم اگه دقت کنین با مداد نوشتن واسه تغییر قیمت‌های لحظه‌ای که پاک کنن دوباره بنویسن. و قلیه میگو با چلو. ما میزمون رو تو نوبت نشستیم که بتونیم اینجا کنار دریا با ویو دریا بشینیم. میگم کنار دریا، یعنی دلم میخواد رو سری ما بزنم. کماکان منتظر غذا هستیم. وای بعد ترشی سیر برامون آوردن، اینو ببینید. یعنی اصلا انقدر دلم واسه غذای ایرانی تنگ شده و لحظه شماری میکنم الان بخورمشون. دریا موج کاکو، دریا موج کاکو. غذامون اومد. اینم قلیه میگون، فیله ماهی شیر با باقلا پلو. شروع کنید. من از این دیواره خیلی خوشم میاد، کلی چیزای قدیمی توشه. اینجا مثلا این اکثر رو نوشته مدرسه شاه دانش آموزان دبستان شاهدخت هنگام ورزش صبحگاهی سال. فکر می‌کنم اینا قلیون و برازجونی باشه. اونم میگم قلیون. اون چی بوده؟ قوری عباسی. اینم راپلاش، خیلی عکس و چیزای قدیمی گذاشتن، خیلی باحاله. من تاریخ رو دوست دارم. شما چطور؟
سلام، صبح بخیر. من دارم میرم بالا واسه یه صبحانه. اینجا هم خودشون نون تازه درست میکنن واسه صبحانه. میتونم ببرمش؟ بله من داغ باید بذارم بگید. مرسی. ممنون. امروز اومدیم یه ساحلی به اسم ساحل صخره‌ای شنی ریشهر توی 8 کیلومتری بوشهر. دیشب در موردش خوندم. واسه زمان ایلامی هاست. زمان ایلامی ها اینجا قلمرو پادشاهی بوده و چیزی که در موردش خوندم خیلی خیلی قدمت داره، خیلی قدیمیه و خیلی به نظرم خیلی خوشگله، ولی خب بکره دیگه، هیچی داخلش نیست. ما بعد از ساحل، نه اینکه شنا کرده بودیم با بیکینی و مایو و اینا، رفتیم هتل یه رفرش کردیم، اومدیم رستوران قوام. اینم از رستوران قوام که اینجا در موردش نوشته قدیم آب انبار بوده، ولی من تقریبا 10-12 سال پیش اومدم. فوق‌العاده است، غذا، فضا، همه. غذامون هم همه اومد. سبزی پلو، میگو سوخاری، قلیه، 2 پیازه میگو، ماهی شیر، موقعم نازیدن جا بجاشه، ترشی سیر. به به، ما بریم شروع کنیم.